فالبینی در اسلام کفر است و حتی حدش، یعنی اگر دولت اسلامی باشد، گردن زدن است. حد الساحر الضرب بالسیف است. حدیث است که جزای جادوگر این است که گردن او را میزنید و آنهایی که فالبینی میکنند باید توبه کنند که آخرشان وای است. آخرشان وای است، به ایمان از دنیا میروند. و هر کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من اتى عرافا و صدقه ما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، هر کسی که به نزد جادوگر آید و گپ‌های او را تصدیق کرده و او باور کند، او کافر شده است و هر چیزی که به پیامبر، به قرآن کافر شده است. یعنی او علم غیب رو به او نسبت داده است. البته بعضی علما میگن اینجا کفر آن کفری عموما از دین خارج شوی نه، اما یکی از شاخه های کفر دست زده است. برای همین فالبین ها باید توبه کنند و درهای توبه باز است و